نه کلا همونی زندگی که رفیقام یه نفر بدش میاد که یه یاروی خیلی عیب بدم میومده جدی میگه این حرف حقیقت با خدا راست میگم آقا زدم بعد از چندی یه آدم شده دوماده این رفیقم میگو علیو هر صبح پدرسای اخه و راست میشن میاد تو هالر میدن میر تو همون یه نگاه میکن به من دوباره میره دوشی میگیره دوباره میاد بیرون یه نگاه میرسه به من دوباره میر تو اتاق میگو هر صبح که خونه میخوام میام بیرون حالم بده میگو یه صبحی پدرسای نمیشه نر دوش بگیره من میگم حداقل دیشه اشکار نکرده لازم مواظبه باشین با هم گز دشمنی نکنید صبح میری شد دوماتون حیرون میشین وای 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 بچه با من در مزنی داستان میدم مال کی هسته بچه من که اینقدر خندیدم مردم وقتی تعریف کرد برام گفت بچه علا جریان اینجوری تو شده نه خدا